I'm Hadi and you're watching my YouTube channel. خیلی خوش اومدید به ویدیو خودتون. امیدوارم حالتون خوب، جیبتون پرپول و تنتون سالم. تو این ویدیو اومدیم بریم با هم 4 تا موتورامون رو بس کنیم و تستشون کنیم. به علاوه یکم تنظیمات توی برنامه مچگیری. پس یهتون حتما لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگ نوتیفیکیشن هم یهتون حتما فعال کنید که ویدیو براتون میذارم نوتیفیکیشنش بیاد. و دوستتون دارم زیاد تا ویدیو دیگه. آخر ویدیو شد یا اول ویدیو. دوستتون دارم زیاده. بزنید بریم سراغ ویدیو. Let's go. روزی 100 بار زدیم به هم ما، دست سرم بردار، نبودی شبیه حرفا. خب بچه‌ها، برای اینکه من الان میخوام همه درایور رو و همه موتورها رو به هم وصل کنم، نیاز دارم به یه چیزی که روش اینا رو وصلشون کنم، در واقع یه تابلوی موقتی. برای همین من این تخته رو آوردم که تمام این درایورها رو روی این نصب کنم به صورت موقت، برای اینکه بتونم هم جابجاشون کنم و یه تابلوی موقتی ما اینجا داشته باشیم. حالا من سوکت‌های اینا جدا میکنم و یه چیدمان میکنم و یه سری پیچاشو میزنم که بریم جلو. اینجوری بچینیم یا اینجوری بچینیم. الان به طور موقت تابلو رو اینجوری میبندیم که روی این سینی باشه. بزنید بریم تو کارش. واقعا این تابلو خیلی رو هوا رو از من بپذیرید. خیلی رو هواست واقعا. ولی خب در حدیه که بشه بلندش کنی دیگه خوبه. مثلا برای جابجا کردنش اذیت نشن. خوبه دیگه، قبول کنید. خب ما درایورها رو دوباره روی حداقل آمپراژ میذاریم. همه درایورها رو که سویچ 1 2 3 همش باید آن باشه. 1 2 3 آن، 1 2 3 آن، 1 2 3 آن. فورم که ما حد اکثر جریانه آن میکنیم. پالس هم روی 6400 تنظیم کنیم. سویچ 5 6 آن، 7 آف، 8 آن، 5 6 آن، 7 آف، 8 آن، 6 آن، آف. من یه سری سیم های به درد نخور اینجا دارم. به درد نخور که یعنی تعویض شده اینجا دارم که از این سیما استفاده میکنم. با اوهمتر تستش میکنیم ببینیم که آیا سالمه یا نه. خب از پاور 48 همون باید تو تک تک این درایور رو بدیم. این درایورمون به 48 ولت وصله. بریم که یه 48 بگیریم بدیم تو این، بعد از این بدیم تو این، از این بدیم تو این و باقی کارش انجام بدیم. الان برقای درایورمون رو ما تمام وصل کردیم. بریم برای سیمای موتورامون رو وصل کنیم بهش. حواستون رو جمع کنید، دقت کنید که سیما درست وصل کنید. ما تا اینجای کار برق 48 رو به درایور هامون دادیم. هر موتوری رو به یه درایور وصل کردیم، دونه به دونه، اینم به این. حالا باید بریم که درایور هامون رو دونه دونه به کنترلرمون وصل کنیم و برق این هم سیمش رو باید بلندتر کنم تا برسه به اینجا. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. خب بچه‌ها همه سیما رو ما وصل کردیم ولی میایم و یه بار دیگه اوهمتر روی تک تکش میذاریم و تستشون میکنیم.
همه سیما رو. مثبت 24 مثبت 24 منفی 24 منفی 24 مثبت درایورامون منفی درایورامون خب برقامون درست سر جاشه. میریم سر کنترل پالس مثبت، پالس منفی، دایرکشن مثبت، دایرکشن منفی، بعدی دایرکشن منفی، آمپراژ و پالس های درایورامون هم چک میکنیم که همشون یکی باشن. همه چی درسته الان آقایون داشتن، الان همه چی وصله و همه چی درسته. یه بار برای تست یه بار میزنیم توی برق. همه موتورها روشن شدن، همه درایورها چراغاشون روشنه، فناشون کار میده، کنترلرمون هم روشن شد. خب از وقت درش میاریم و خب من یه چست کاغذی میارم رو تک تک موتورها میزنم، دایره میزنم که مال چه محوری هستن که بدونم کدوم محور روش وصله. بچه‌ها من یه کلید امرجنسی هم گرفتم، میخوام که کلید امرجنسی هم وصل کنم بهش باشه که ببینیم کلید امرجنسیمون چطوریه، کار میده یا نه. خب بچه‌ها بریم که وصلش کنیم به سیستم و روشنش کنیم و جی کد بهش بدیم ببینیم که چجوریه. خب من برق دستگاه رو وصل میکنم و میریم توی برنامه و اینا که کنترلش کنیم ببینیم که چجوریه. کابل لن رو وصلش میکنیم و اینجا کلید پاور ما میزنیم. خب همه موتورها روشن شدن الان. کلید امرجنسی هم الان توی کار مشاهده میکنیم که ببینیم کار میده چجوری. اما خب اینجا توی سیستم ما مچری رو بازش میکنیم. همونجور که میبینید اینجا اول باید ریست تا بزنیم. اینجا میگه که الان کانکته. کلید تب رو میزنیم و یا با کلیدای کیبورد میتونین کنترلش کنیم. ایکس رو جاک میکنیم. چند ساعتش پایینه. یه دقیقه من تو کانفیگ برم. ایکس همون چرا صفر خورده؟ وات؟ یه 15,000 میزنیم. وای اونم یه 15,000 میزنیم. زدمون هم روی 15,000 میذاریم برای تست. ایمونم که مهم نیست ولی خب ما میذاریم. اوکی یه بار ریست میزنیم. حالا دوباره کنترلش کنیم. میبینید که محور ایکس مون الان وصله، محور بایمون وصله و محور زدمون که آخرین محورمون هست. خب اینجا که الان من دوتا موتورام وصلن به هم و روی محور X کانکتن با هم، من چون 4 محور گرفتم و نمیخواستم 3 محور بگیرم، 3 محورم شما میتونید بگیرید و دوتا موتورتون رو به یه خروجی پالس وصل کنین، یعنی به خروجی پالس محور X تون
دو تا موتور وصل باشه. فقط تفاوتش اینه که من شاسی که طراحی کردم یه موتور این سمت یه موتور این سمت. جهت گردش این موتور یکیش باید راستگرد باشه یکیش باید چپگرد باشه. اینجا مقابل هم جلوی هم نیستن که بگی آقا از یه جهت داره حرکت میکنه. محور داره به یه سمت حرکت میکنه به یه سمت برمیگرده. خب چون که یکیش باید چپگرد باشه یکیش باید راستگرد باشه یکی از موتورها رو دایرکشن منفی و مثبتش رو جابجا میکنیم. دایرکشن مربوط به جهت گردش موتورمون که راستگرده و چپگرد. یعنی ما اگه بیایم دایرکشن منفی کارت درایورمون رو وصل کنیم به دایرکشن مثبت کنترلرمون و همینطور دایرکشن مثبت درایورمون رو وصل کنیم به دایرکشن منفی کنترلرمون جهت گردش اون موتور برعکس میشه. اگه بخوایم دوب کنیم توی یه محور ولی چون این 4 محور هر موتور رو به یک محور ما وصل کردیم Z, Y, X, A و چون من 2 تا موتور رو روی محور میخوام بذارم اینجا میام توی بخش کانفیگ و اینکه من بیام موتورم رو با محور X هم مچش کنم باید بیام اسلیوش کنم. محور A هم رو اسلیو کنم روی محور X میام توی بخش کانفیگ توی بخش اسلیو اینجا محور X هم من میخوام ورودی های محور A هم مچ بشه با محور X هم. اینجا روی نان هست همه اینا. من میام روی A تنظیمش میکنم و اوکی میذارم. اگه روی نان باشه در واقع 4 محور میشه. اینجا اوکی میزنم من. یه بار برنامه رو میبندم دوباره باز میکنم. دوباره اینجا ریست رو میزنم. هوا میزنم باز شه. من اینجا X هم رو جاگ میکنم. این که یکی از موتورها داره کار میکنه. وایم زدم و محور 4 یا همون A هم. پس من برای اینکه بیام اسلیوشون کنم میام توی بخش کانفیگ اسلیو محور X هم ورودی های A هم یا همون محور A هم رو لینکشون میکنم روی محور X هم. اوکی یا میزنم اوکی ریست. یه بار برنامه رو میبندم دوباره بازش میکنم ریست تبا میزنم و الان محور X هم 2 تا موتور رو داره حرکت میکنه. و حالا جهت گردش موتورمون نباید یکسان باشه باید مخالف هم باشه. برای اینکه اگه یکسان بود یکی از موتورها رو ما باید بیایم توی بخش کانفیگ توی بخش پورت اند پین سر بخش موتور اوتپات اینجا محور A مون دایرلو اکتیو و این تیکشو که محور A اون باشه یا حالا محور X اون باشه فعال یا غیر فعال میکنیم. حالا نسبت به اون چیزی که رو دستگاه چیدی یا محورش رو میدونیم چجوری باید حرکت کنه طبق اون باید اینا تنظیمش کنیم که اینجا اگه تیکش فعال باشه من اپلای بزنم اینجا دکمه ریست رو بزنم نگاه کنید موتورا رو هم جهت هم حرکت میکنن جفتشون راستگرد دارن حرکت میکنن. ولی وقتی که من بیام روی کانفیگ و پورت اند پین موتور اوتپوت محور A هم رو این تیکش رو غیر فعال کنم در واقع میام جای دایرکشن مثبت و دایرکشن منفی رو جابجا میکنم و چپ کرد و راست کردش رو متفاوت میکنم طبق پالسی که میفرسته. میبینید که الان مخالف هم دارن حرکت میکنم و سرعتش یکم بیارمش پایین. دیگه محور 4 ما اینجا نداریم. خب من اینو میارمش روی ثبت توی بخش MDI میخوام به همه موتورها دستور بدم که حرکت بکنن که من برم کلید امرجنسی بزنم ببینم که فعال میشه و کار میکنه یا نه. این 0Z 0Y 0X یعنی صفر کردن محورم که حالا توی دستگاه خیلی بهتر میتونم بهتون نشون بدم. الان توضیح کلیش اینه که
ما برای اینکه شروع کارمون رو مشخص کنیم اینجا باید محورامون رو صفر کنیم. زدمون که ارتفاعمونه، وایمون که عرضمونه، ایکسمون که طولمونه. حالا یه توضیح جزئی برای اینکه بدونیم صفر کردن محورا برای چیه. من ایکس هم میگم 5000 تا برو، وای هم میگم 5000 تا برو، زدم هم میگم 5000 تا برو. اینترش میکنم، سرعت اینم بالا میبرم. و حالا میخوام برم کلید امرجنسی رو بزنم ببینم که کلید امرجنسیش کار میکنه یا نه. کلید امرجنسی رو بزنم با شماره 1 2 3. این که کاملا قطع کرد و روی سیستم هم اینجا دکمه ریست داره چشمک زنه، داره میگه امرجنسی فعال شده. و اینم خود چراغ امرجنسی که روی کنترل روشن و خاموش میشه. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. یادتونه حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و نظراتتون هم حتما راجع به ویدیو توی کامنت ها بنویسید. هر چیزی هم داشتید بنویسید تا جایی که بتونم جوابتون رو میدم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. پیس.